همدوران عزیز سلام علیکم 19 سپتامبر سال 2025 قرار داریم در ولایت سوخت محلش کجا اینجا که دادوبای خلمت جماعت دادوبای خلمتов کروگی اوراما بالاترش در باغ انور جانکا شما دست تو با مویز قبی داشتید این مویز کدام انگور انگوری پبیده میگوییم می مرسدس انگوری مرسدس اکو ما ایسابه که هوا ما بلند زمینوای ما انگور ما که میز سرخ شد نفروختیم و میز کردیم اینه کشال کردیم من پخت دین انگی باران به مجبور یک بار کشوندیم اینه ترسیده تاگه باران نماند گفته اکو اینه سکسکین دانه کده من خریدار باشد میتیم یعنی این اکون چندم سورت شدگی اکو جان این اکو سورتش خریدار میگن کشال کدگیش اکو نظرم یکون سورت بودگیستی یکم سورت بودگیست اینا میفروشه نه میفروشیم البته رقم تلفنتون هم خریدار با نرخش چند پولیه تخمینا نرخش اکون طرفای تورسون زاده و تا 50 سومونه فروختاسیم گفتن اکون نمیدونم کشی بازار دیگه برداشتی بازار آدمو زنگ زنن مویز خرا شما قدشون رو مصلحت میکنید ها 100% همش کشال دادگی همش کشولی همش کشال اینا وای زدید می انا وای قویداش قتی وای قویداش کی دورش کده قویداش کی داشته مونده کدیم من همون نمک زدید ها نمک هم خیتوی نمک بود کو نمک خیتویه آبی خنوب آبی خنوب و خیتوی نمک کدیم اگر نکنیم اگر این خیلی میز تیز خوش نمیشه تیز خوش نمیشه چند تونتون هست که اکون ندانم یک 15 تن ما انگور میز کردیم اکون ندانم 2 تن برود 3 تن برود 4 تن برود 4 تن نمی برود البته اینجا به هستو من دور خونه بیام کراب کدگم ما هستیم در این خونه با ما هستیم یک تا نشون تید حالا که توزه کدگی می اینه کنی یک دون کدگی کنی دون کدگی دونشون نشون تید برای دستان قطی این دونکش هستن؟ این دونکش همون چیزه پروسا اپوچاقش گفتیم اکو اینا میگیرن و با دونکش ادرونش میگیرن نه بگو بونم اصلا اینه چیکار کنن دیگه خرید اکو اساسا اینا سمرقندی رو خریدم میبرم فکرم با ما تا همین روزه اینه دونکش خودمو گفته دونکش گفته قایدوی رنگ کده همون سمرقندی ها یاد گفته بودیم بچهای تورسون زاده مگزینای خودمو ولایت رو میفروختیم اکون نظرم اینطورش به دستمون نمیرسه 1 کیلو همینه 20 سوم بود ما دونکش میگفتیم سالی گذشته یک 3 سال 4 سال بود 1 کیلو دونکش رو گرفتم با 20 سوم 20 سوم میدادیم خیلی قیمت کو ها قیمت بود اکون انگورم میزم قیمت بود وقت به حاضر اکون میزا از اون کو هم با دونکش اسپیشالیست نیست در کاری زنکان نیست کارگر نیست کارگر نیست یاد دادیم چند قدر یاد دادیم کدیم چندین سال با رنگ کنیشه یاد گفتیم و چند قدر عذاب کیم کجاها رفتیم رنگش گرفتیم هیچ کیم نمیگفت خود ویشه سیکرتش نمیگفت شما یاد گرفتید اهمیشه میزه بوده تورسون زاده بچه ها دادیم و ها رنگ کده دادن لیکن یاد گفتیم یاد گرفتید oysa düzde akla girse yol girse. یک بار در اومدیم یک تشه یاد گرفتیم دوم بار بهش یاد گرفتیم همین رنگ کنیش هم یاد گرفتیم خدا خواه رنگ چخیل میکنن اینا سپیڅانه رنگش های سپیڅانه میشاکش های بودست اینه رنگی پشیوی می؟ پشیوای البته پشیوای یک بار دیگه برو تماشا کنیم اکا همدورون عزیز من کدامی خریدار است من مویز دونک داردین دونکش میگیرید و میفروشید انور جانکا فروش و موندگی من این حاضر توزه نکردش اینش هم توزه کرده میتین شما به در کار باشد با کیمیا گفتن که همین خیلیش بیام خریدار های گفتن همین خودشون توزه کرده میگیستگی هم اینش با ارزان تر گیرد اگر خودش توزه کرده میگیره خیلی کاری بسیارش هم نیست این درو میشدی این 4 تا زنک پتوی یک روز 2 روز به دونک میتیاد انور جان شما با یک جان تشکر دستتون درد نمیداد برای اینقدر مهنت و زحمت هایتون خلاصی گپ کار کنید پول افتن ممکن البته مهنت کنید خودش ارزش میتیاد من هم دیرون عزیز در پناه خدا باشید مرحمت کدومی خواهد من تلفن که انور میمونم بلوی نور با زنگ میزنید سودا میکنید از من بسیار میپرسن مویزیو که گیریم من اعلانی من تماشا میکنید زنگ میزنید اکه انور با من اینجا نپریچم یکم پول من نموندیم
اکه انور خطی پریمو رست سودو کده میگیرید خوب اکه انور خب تا پناه خدا باشید پیش انگورتون رویم مالش خب